سلام، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. من زهرا هستم، مدرس زبان انگلیسی. خیلی خوش اومدیم به یکی دیگه از ویدیوهای اینگولینگو. امروز اومدیم با معرفی کتاب. یه کتابی که من واقعا خیلی دوستش دارم و سعی میکنم که توی کلاس ازش استفاده کنم. به همه زبان آموزا هم توصیهش میکنم. منتها باید دقت کنید که این کتاب سطحش برای اینترمدییت و اینترمدییت به بالا هستش. اسم کتاب هست Collocation in Use. این کتاب که من دارم ورژن قدیمیشه. حالا ورژن جدیدترش اینایی که اینجا گذاشتم سطح 1 و سطح 2 داره. متناسب با سطحتون انتخابش کنید و مهمتر از همه این که قراره بهتون بگم چجوری ازش استفاده کنید. این کتاب مثل هر کتاب لغت دیگه‌ای گروه بندی موضوعی داره، یعنی هر درسش یک موضوع متفاوته. مثلا من میرم سراغ موضوع travel که درس 14 هستش. به جای اینکه بیاد کلمه ها رو تک تک یاد بده، کلمه ها رو توی متن یاد داده. کلمه باید تو کانتکست یاد گرفته بشه. شما باید معنی کلمات رو از توی متن متوجه بشین تا هم بهتر به خاطر بسپارین، همین که از ترجمه جلوگیری بشه. میدونی این که ما هی داریم کلمه رو به فارسی یاد میگیریم، همون باعث میشه که هی به فارسی فکر کنیم، هی ترجمه کنیم و صحبت کردن برامون سخت بشه. پارت بندی داره. مثلا پارت ایش اومده اون اولیه ها رو گفته، بعد یه ذره عمیق تر شده و یه سری توضیحات دیگه ای هم که تکمیلی باشه این پایین داره. گفته مثلا با travel چی داریم؟ travel arrangement، travel agent، business travel. اینا 3 تا کلمه متفاوت با travel بودن که معنی متفاوت داشتن. مثلا یه کلمه خیلی قشنگ اینجا داره bumpy flight، یعنی bumpy flight. قسمت C accommodation، یعنی هر چیزی که مربوط به travel هست اینجا گفته شده. مثلا accommodation میشه چی؟ مثلا محلی که میریم سکونت، میتونه هتل باشه، میتونه موتل باشه، اپارتمنت باشه، تنت باشه، یعنی چادر اونم یه جور accommodation. قسمت بعد یعنی صفحه روبروی همون درس، میبینیم این صفحه روبروشه، تمرین داره، تمرینای مرتبط با کلمات. یعنی شما میتونید کلمات رو بخونی، جمله سازی هاشو یاد بگیرین، بلافاصله برین تمریناشو حل کنین. خب حالا کاری که من میگم بکنین چیه؟ اینه که یه ذره وقفه بدین. مثلا 2 ساعت بعد بیاین اینا رو انجام بدین، ببینید چقدر یادتون. کار ما با این بخش تمریناش تموم شد. من پیشنهادم اینه که اینو همینجوری رها نکنید، چون این لغت هایی که یاد گرفتین، این کالوکیشن هایی که یاد گرفتین، تمرین هایی که انجام دادین، نباید همینجوری رها. حتما بعدش باید یک تمرین سپیکینگ داشته باشین یا رایتینگ داشته باشین که نشون بده که شما چقدر این کلمه ها رو یادتون میاد. اینجا خودشم همیشه یه دونه تمرین اینجوری میده، یا رایتینگ میده یا سپیکینگ میده که معمولا رایتینگه. مثلا اینجا گفته write about 100 words describing your recent personal travel experience. این خودش این تمرین رو داده. شما میتونید موقعی که دارین این تمرین رو انجام میدین، مثلا 5-6 تا از کلمه هایی که از توی این متن براتون جدید بود، ممکن بود که جدید نباشه، جدید بود یا براتون سخت بود یا اینکه خیلی دوستشون داشتین، اونا رو انتخاب بکنین بذارین جلو چشتون. حتما بگین که من باید توی این رایتینگم از این لغت ها استفاده بکنم. حتی همین روشی که بهتون گفتم و برای کتاب Oxford Word Skills، برای اونم میتونید همین روش رو برین جلو، فرقی نمیکنه. امیدوارم که نکته هایی که بهتون تو این ویدیو گفتم و استفاده بکنید، اینا خیلی مهمه. این کتاب رو تهیه کنید، میتونید از فایل PDF استفاده کنید، it's okay. ولی همون مدلی که بهتون گفتم پیش برین، چون اصولی هستش و قطعاً که نتیجه دلخواهتون رو ازش میگیرین. ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.